به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا از مجموعه 1000 سال داستان شروع میکنیم. این مجموعه که داستانهای مختلفی رو از ادبیات ایرانی جمع‌آوری کرده که کتابی که در اختیار من هستش داستانهای پندآموز گلستان و بوستان هستش که به نثر روان و ساده توسط آقای آرمان ظریف آبکنار گردآوری شده و توسط نشر سما در تهران چاپ شده. چاپ اول این کتاب در سال 1397 بوده. امیدوارم که عزیز سری داستان‌های پندآموزی که بزرگان ادب ما آوردن و به نثری ساده آورده شده برای نوجوان‌ها و جوان‌ها بتونیم استفاده کنیم و در زندگیمون به کار ببریم. فهرست مطالب این کتاب شامل 8 باب هستش که باب اول شامل 29 داستان کوتاه هستش که من از هر باب 3 داستان رو برای شما میخونم. امیدوارم که خوشتون بیاد. این کتاب رو برای بچه‌ها تهیه کنید و بذارید که مطالعهش کنن. حتی فکر میکنم این کتاب برای بزرگسال‌ها هم خیلی خوب باشه. با من همراه باشید. باب اول: دروغ مصلحت‌آمیز. در گذشته‌های دور مردی در شهری دوردست مرتکب گناهی شد که مأموران حاکم او را دستگیر کردند و به حضور پادشاه آوردند. حاکم پس از شنیدن سخنان مأموران و همچنین مرد گناهکار دستور داد که مرد گناهکار را بکشد. طفلک مرد بیچاره هر چقدر فریاد میزد که من بی گناه هستم هیچ توفیقی حاصل نمیشد. مرد گناهکار که مرگ خود را نزدیک میدید دست از جان شسته و شروع به داد و فریاد کرد و به پادشاه بد و بیراه گفت. اما چون فاصله‌اش با پادشاه زیاد بود پادشاه سخنان او را نمیشنید و همین دلیل به وزیرش که کنارش ایستاده بود اشاره کرده و گفت این مردک چه میگوید؟ وزیر که مردی نیکوکار بود گفت قربان، این مرد از شما طلب بخشش دارد و فریاد میزند که ای پادشاه دادگر، بخشش از بزرگان است، بزن و بچه‌ام رحم کن و مرا ببخش. پادشاه که از شنیدن سخنان وزیر ناراحت شده بود و به مأموران دستور داد تا مرد بیگناه را آزاد کنند. از قضا در طرف دیگر پادشاه وزیر دیگرش که مردی ظالم و بدطینت بود حضور داشت که پس از شنیدن سخنان وزیر پاکدل رو به پادشاه کرد و گفت قربان، این وزیر دروغ میگوید. مرد گناهکار داشت با فریاد به شما توهین میکرد و از خداوند میخواست تا شما را از روی زمین بردارد. پادشاه پس از شنیدن سخنان وزیر ظالم با عصبانیت رو به او کرد و گفت ای وزیر بددل، درست است که سخنان وزیر دیگرم دروغ بود، اما باعث شد که جان یک انسان نجات پیدا کند و این سخنان دروغ بسیار بهتر از سخنان به ظاهر راست بود، چرا که از قدیم گفتند دروغ مصلحت آمیز بهتر از راست فتنه انگیز است. روایت دوم: دعای درویش. آوردند که در شهر بغداد درویشی بود که به مستجاب الدعوه بودن مشهور شده بود. مردم در کوچه و بازار با یکدیگر سخن میگفتند و همواره صحبت از این در میان بود که درویش هر دعایی که بکند سریعا استجابت می شود. پس از چندی این خبر به گوش حجاج ابن یوسف پادشاه خونخوار عرب رسید و او دستور داد تا سریعا درویش را به حضورش بیاورند. مأموران سریع به سراغ درویش رفتند و او را با احترام نزد حجاج آوردند. وقتی درویش به حضور حجاج رسید جماعتی از مریدان و نوکران در محضر حجاج حضور داشتند. حجاج با دیدن درویش رو به او گفت ای مرد پاک نهاد،
دعای خیری در حق من بکن. درویش پس از شنیدن سخنان حجاج بلافاصله دستهایش را رو به آسمان کرد و گفت: پروردگارا، از تو میخواهم همین الان جانش را بگیری. تمام حاضران در مجلس با وحشت و شگفتی بسیار درویش را نظاره می‌کردند و حجاج که بسیار عصبانی شده بود با فریاد گفت: ای مرد نادان، این چه دعایی بود که کردی؟ درویش با اندکی صبر پاسخ داد: بدان این دعایی بود که هم به سود تو و هم به سود تمامی مردم است، چرا که اگر تو زودتر از دنیا بروی هم کمتر خونریزی میکنی و در آن دنیا کمتر عذاب میبینی و هم تمامی مردم از ظلم و ستم تو نجات پیدا میکنند. روایت سوم: مرد فقیر. روزی یکی از دوستانم به دیدن من آمد و با حالتی ناراحت و پریشان گفت: ای دوست، زندگی سختی دارم و نمیتوانم نان زن و بچه هایم را تامین کنم. به همین دلیل در وضعیت بسیار فلاکتباری به سر میبریم. بارها خواستم تا به دیاری دیگر نقل مکان کنم تا بتوانم در آنجا کار کنم و پول بیشتری به دست بیاورم و کسی از حال من با خبر نباشد. اما در همه حال از این میترسم که دشمنان و بدخواهان پشت سرم بگویند که خودش در جایی دیگر یک زندگی راحت و بی دغدغه دارد، در حالی که زن و فرزندانش اینجا در سختی بسیار زندگی می‌کنند. به همین دلیل چون شما را مردی عاقل و سیاستمدار می‌دانم و می‌دانم در دربار پادشاه دوستان زیادی دارید، من نیز مقداری خواندن و نوشتن بلد هستم. به همین خاطر از شما می‌خواهم تا اگر در توانتان هست کاری در دربار برای من بیابید تا یک عمر دعاگویتان باشم. من به او گفتم: ای دوست و یار مهربان، بدان بودن در نزد پادشاهان دو حالت بیم و امید دارد. یعنی می توانی امیدوار باشی که از این راه پول زیادی به دست آوری و زن و فرزندانت در آسودگی زندگی کنند، اما بیم آن از جهتی است که پادشاهان هرگز رفتار ثابتی ندارند و با کوچکترین ناراحتی آنها حتی جان تو و نزدیکانت به خطر می‌افتد. پس بدان کار عاقلانه نیست که برای به دست آوردن پول بیشتر جان خود و خانواده‌ات را به خطر بیاندازی. دوست من پس از شنیدن سخنانم با حالتی ناراحت ادامه داد و گفت: ای مرد، من تو را دوست خود می‌دانستم، اما گویا تو می‌خواهی مانع پول درآوردن و ثروتمند شدن من بشوی؟ من انسان صادقی هستم. هر کس که خیانت کند در روز حساب پشتش می‌لرزد و هر کس که رو راست است همیشه و در همه حال موفق است. من با شنیدن این حرف بسیار ناراحت شدم و گفتم: حکایت تو شبیه حکایت آن روباهی است که با شتاب زدگی فرار می‌کرد. از او پرسیدن برای چه شتابان می‌گریزی؟ گفت شیر دستور داده شتر را بگیرند و برای کارهای سخت نزد او ببرند. گفتند: آخر ای حیوان نادان، تو و شتر از چه جهت به یکدیگر شباهت دارید که تو با این وحشت می‌گریزی؟ روباه گفت: ای ابلهان، خاموش بمانید، چرا که اگر بدخواهان و مغرضان به شیر بگویند که من شتر هستم و شیر هم دستور بدهد تا من را دستگیر کنند، چگونه میتوانم ثابت کنم که من روباه هستم و شتر نیستم؟ درست است که تو مردی نیکو رفتار، صادق و درست کردار هستی، اما حسودان و مغرضان در کمین هستند تا تو را نزد پادشاه بد جلوه دهند. اگر آنها نزد پادشاه از تو بدگویی کنند و بخواهند تو را پیش پادشاه خراب کنند تا بخواهی ثابت کنی که ادعای آنها دروغی بیش نبوده، پادشاه دمار از روزگارت در می آورد. پس من صلاح می دانم تا تو کاری دیگر پیدا کنی و از خیر کار کردن نزد پادشاه بگذری تا از گزند او در امان باشی.
پس از آن دوستم با ناراحتی زیاد از جایش بلند شد و گفت می‌دانستم که تو هم هیچ کاری برای من انجام نمی‌دهی. راست گفتند که دوستان واقعی را در زمان احتیاج باید شناخت. من که دیدم دوستم این چنین از دست من ناراحت شده، به او گفتم ای یار دیرین من، آنچه صلاح کار بود با تو گفتم. حال که خود می‌خواهی غرضی نیست. پس به دربار رفته و وساطتی نمودم تا او را به کاری معمولی گماشتند. چند وقتی در آنجا مشغول به کار بود تا اینکه به خاطر صداقت و کارهای خوبش به رتبه‌های بالاتر دست پیدا کرد و مصاحب پادشاه و بزرگان دربار گردید. من که از این موفقیت او خوشحال بودم، به او گفتم ای دوست عزیز، شکرگزار خداوند و نعمتهایش باش و از حسودان و مغرضان دوری کن. چندین سال از این ماجرا گذشت و من قصد زیارت خانه خدا کردم و مسافر حج شدم. وقتی از حج بازگشتم او را دیدم که با حالتی نزار و غمگین گوشه‌ای نشسته و با ناراحتی من را نگاه می کند. پیش رفتم و گفتم ای دوست، این چه حالتی است؟ گفت ای یار قدیمی، تو کاملا درست می گفتی. حسودان و مغرضان که پیشرفت من را دیدند طاقت نیاورده و تهمتی به من زدند و پیش پادشاه از من بد گفتند. پادشاه بدون اینکه تحقیق کند دستور داد مرا به زندان انداختند و اموال مرا مصادره کردند. و حال که می‌بینی من از زندان آزاد شدم، به این دلیل است که خبر آمد حاجیان از مکه برمیگردند و به همین خاطر پادشاه دستور داد تا تمامی زندانیان را آزاد کنند. من با ناراحتی رو به دوستم کردم و گفتم ای یار دیرین، من قبلا این سخن را به تو گفته بودم که عمل پادشاهان به مانند سفر دریا خطرناک و سودمند است که در آن یا گنج پیدا می‌کنی و بی‌نیاز می‌شوی یا به واسطه بلا و بیماری هلاک می‌شوی. اما میریم باب دوم، شامل 22 داستان هستش که من 3 داستان رو برای شما میخونم. حکایت نماز شب. مردی میگفت به یاد دارم که در زمان خردسالی تمام نمازهایم را سر وقت میخواندم و حتی برای خواندن نماز شب از خواب گران بیدار میشدم و تا نزدیک صبح نماز شب را به جا میآوردم. روزی از روزها در کنار پدرم رحمت الله علیه نشسته بودم و تمامی شب مشغول خواندن کتاب خدا بودم که دیدم جماعتی در چند قدمی ما خوابیدند. به پدرم گفتم ای پدر، این جماعت را ببین، یکی از آنها سر بلند نمی کند تا نمازی بخواند. آنچنان خوابیدند که گویی مردند. پدرم به سخن درآمد و گفت ای عزیز جانم، تو نیز اگر بخوابی بسیار بهتر از آن که بیدار باشی و به غیبت و شکوه از مردم زبان باز کنی. داستان بعدی زاهد خداپرست. گویند عارفی که در پرستش خداوند همتا نداشت روزی وارد شهری شد. مردم شهر که وصف خوبی‌ها و فضایل عارف را شنیده بودند با خوشحالی به سوی او شتافتند تا او را از نزدیک ببینند، چرا که شنیده بودند این عارف تنها کسی است که توانسته است بر روی دریای مدیترانه راه برود. عارف بزرگ تصمیم داشت تا نماز بخواند. به همین دلیل به کنار حوض آب آمد تا وضو بگیرد و نماز بخواند، اما ناگهان پایش لیز خورد و در حوض آب افتاد. اطرافیانش با دیدن این صحنه سریع به کمکش آمدند و او را از حوض آب بیرون کشیدند. پس از اینکه نماز تمام شد، یکی از شاگردان عارف نزد او آمد و گفت ای شیخ، سؤالی دارم، اما امیدوارم موجب ناراحتی شما نگردد. عارف به او اجازه پرسیدن داد. شاگرد گفت ای شیخ بزرگوار، من با چشمان خودم تو را دیدم که بر روی دریای مدیترانه راه می رفتی در حالی که حتی پاهایت خیس نمی شد.
حال چگونه است که در کنار حوض آب افتادی و نزدیک بود هلاک شوی؟ عارف لحظه‌ای تأمل کرد و گفت ای جوان، بدان که این حالاتی که برای ما پیش می آید همیشگی نیست و گاهی اوقات هست و گاهی وقتها نیست. مگر نشنیده ای که پیغمبر اسلام که درود خدا بر او باد می گفت من گاهی به معراج آسمان می روم و زمانی دیگر در کارهای منزل به امور روزانه خودم مشغول می گردم. خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که من زمانی بر اوج دو جهان می‌ایستم و زمانی دیگر حتی جلوی پای خودم را هم نمی‌توانم ببینم. نام شعر بعدی دزد گلیم هستش. گویند مردی از سر بدبختی و بیچارگی گلیمی کهنه را از خانه درویشی دزدید و هنگامی که از در خانه خارج شد از شانس و اقبال بدش مأموران که در حال گشت بودند او را دستگیر کرده و نزد حاکم بردند. حاکم دستور داد تا دستش را قطع کنند. همان لحظه درویش رسید و گفت ای حاکم، این گلیم را من به مرد دادم و او دزدی نکرده است. حاکم گفت من با این سخنان فریب نمیخورم و از مجازات او چشم پوشی نخواهم کرد. درویش گفت این حاکم هر چه خواهی بکن، اما بدان هر کسی که از مال وقف چیزی بدزدد نیازی به مجازات ندارد، چرا که هر چه درویشان وقف میکنند برای کمک به محتاجان است و این مرد اگر محتاج نبود هیچگاه دزدی نمیکرد. حاکم پس از شنیدن سخنان درویش از گناه دزد گذشت و گفت ای مردک جاهل، آیا اینقدر محتاج بودی که از خانه این درویش دزدی کردی؟ دزد نیازمند گفت ای حاکم، مگر نشنیده ای که میگویند خانه دوستان را در هنگام نیاز بروب اما در خانه دشمنان را هرگز نزن؟ میریم برای باب سوم که شامل 14 داستان کوتاه هستش که من 3 تا رو برای شما میخونم. حکایت 2 امیرزاده مصری. آوردند که در کشور پهناور مصر 2 امیرزاده بودند که با یکدیگر دوستی داشتند. یکی از آنها به دنبال طلب علم و دانش رفت و دیگری به دنبال جمع کردن مال و ثروت. پس از چندین سال امیرزاده اولی که طالب علم و دانش بود به عنوان دانشمند بزرگ و بالا مرتبه مصر برگزیده شد و آن یکی که جمع‌آوری مال و ثروت را پذیرفته بود به عنوان فرمانروای مصر برگزیده شد. سالها گذشت و روزی فرمانروای مصر از جایی می‌گذشت که دوست و یار قدیمی‌اش را دید که اوضاع مالی مناسبی ندارد. فرمانروا به چشم حقارت بر او نگریست و به او گفت ای دوست قدیمی، دیدی در آخر من به سلطنت مصر رسیدم و تو همچنان در فقر و بدبختی دست و پا میزنی؟ دانشمند نگاهی از روی تأسف به او انداخت و گفت ای دوست، من خداوند بزرگ را بسیار شکر میکنم که به علم و دانش دست یافتم و تو به میراث بد فرعونیان گذشته یعنی مال و ثروت رسیدی و سرانجام تو معلوم نیست. حالا خود بگو من بیچاره‌ام یا تو؟ روایت بعدی زیاده روی نکردن هستش. در حکایت ها آوردن پادشاهی خردمند روزی در مجلسی نشسته بود و بزرگان کشور نیز در آن مجلس حضور داشتند و پسر پادشاه نیز در آن مجلس حضور داشت. پادشاه در آن مجلس پسرش را از پرخوری منع می‌کرد و می‌گفت ای فرزند، بدان پرخوری و سیر شدن زیاد موجب می‌شود تا انسان بیمار و رنجور شود. پسر رو به پدر کرد و گفت اما آنطور که من شنیدم گرسنگی موجب می‌شود تا انسان بمیرد. پادشاه گفت مگر نشنیده ای که عالمان گفتند در هر کاری زیاده روی نکن و اندازه نگهدار؟ پسر اندکی فکر کرد و گفت اما من شنیدم که میگویند از سیری مردن بهتر است تا گرسنگی بردن.
پادشاه گفت ای پسر، عالمان و فیلسوفان میگویند نه چندان بخور که از دهانت برآید، نه چندان که از ضعف حالت برآید. از شخصی رنجور و ضعیف پرسیدند دلت چه میخواهد؟ گفت آرزو دارم دلم چیزی نخواهد. معده چو کج گشت و شکم درد خواست، سود ندارد همه اسباب راست. اما نام روایت بعدی دعای موسی علیه السلام هستش. گویند در کشور مصر روزی موسی مرد فقیری را دید که بسیار نالان و گرسنه بود و از شدت فقر زیاد در حال مرگ بود. مرد فقیر هیچ لباسی هم به تن نداشت و حال زاری داشت. مرد فقیر با دیدن حضرت موسی رو به او کرد و گفت ای موسی، دعایی کن تا خداوند به من مالی بدهد و از این بداقبالی و فقر نجات پیدا کنم. موسی رو به آسمان کرد و دعایی کرد و رفت. پس از چند روز موسی در حال گذر کردن از جایی بود که مرد فقیر را دید که عده زیادی دور او جمع شدند. موسی از شخص پرسید چه اتفاقی افتاده است؟ شخص گفت این مرد که می‌بینی شراب خورده و با شخصی دعوا کرده و او را کشته است. اکنون نیز قاضی شهر دستور داده تا او را قصاص کند. موسی علیه السلام با شنیدن این واقعه رو به آسمان کرد و گفت ای خداوند عالم، تو خود خوب و بد انسانها را می‌دانی و نیک می‌دانستی که اگر به این شخص ثروت بدهی او از راه راست منحرف خواهد شد. بنده چو جا آمد و سیم و زرش، سیلی خواهد به ضرورت سرش. آن نشنیدی که افلاطون چه گفت؟ مور همان به که نباشد پرش. آن کس که توانگرت نمیگرداند، او مصلحت تو از تو بهتر داند. میریم برای باب 4 که ببینیم چند داستان داره. 7 داستان داره که من برای شما 3 تاش رو میخونم. زبان بزرگ. گویند بازرگانی 1000 دینار در تجارت خود ضرر کرد و بسیار ناراحت بود. روزی از روزها بازرگان همراه با پسرش در خانه نشسته بودند و از هر دری سخن میگفتند که ناگهان بازرگان رو به پسرش کرد و گفت ای فرزند، مبادا از این خسارت بزرگ با کسی سخن بگویی که موجب می شود تا خسارتی بزرگتر عاید ما شود. پسرک رو به پدرش کرد و گفت هر طور که شما بخواهید، اما می توانم بپرسم دلیل این کار چیست؟ ما که در هر حال زیان کرده ایم. بازرگان گفت فایده این کار در این است که بلا و مصیبت ما دوتا نشود. به این ترتیب هم باید مصیبت اول که زیان بزرگی است را تحمل کنیم و هم مصیبت دوم که نیش و کنایه دوستان و دشمنان است را تحمل کنیم. من مطمئنم دشمنان ما از این اتفاق بسیار خوشحال می شوند. دانشمند نادان. جالینوس پزشک نامدار یونانی روزی در حال عبور کردن از کوچه‌ای بود که دید عده‌ای دور 2 نفر جمع شدند و آن دو در حال بگو مگو هستند. از شخصی که نظاره‌گر دعوا بود پرسید که چه شده است؟ مرد گفت یکی از بزرگترین دانشمندان این شهر با فردی عیاش و نادان در حال نزاع و جنگ هستند. جالینوس به راهش ادامه داد و گفت هر 2 نفر نادان و جاهل هستند، چرا که اگر عاقل بودند با یکدیگر نزاع نمی‌کردند. پس آن دانشمند نامدار هم نادان است که با یکی نادانتر از خودش نزاع می‌کند. اما نام روایت بعدی مرد ازانگو هستش. در شهری بزرگ از کشور عراق مسجدی بود که در آن ازانگویان خوش صدایی هنگام برپایی نماز مردم را برای خواندن نماز دعوت می‌کردند. روزی مردی بدون اینکه کسی از او بخواهد بر بام مسجد رفت و شروع به اذان گفتن کرد. اما صدایش آنقدر ناهنجار و زمخت بود که مردم حاضر در مسجد با ناراحتی زیادی یکدیگر را نظاره می‌کردند.
امیر مسجد که مردی با خدا بود نخواست او را ناراحت کند. به همین دلیل پس از اینکه اذان گفتن مرد تمام شد و از بام مسجد پایین آمد، نزد آن مرد رفت و به او گفت: ای بنده خدا، این مسجد اذانگویانی دارد که سالیان درازی است در اینجا اذان میگویند و من برای هر کدام 5 دینار حقوق قرار دادم، اما به تو 10 دینار میدهم، به این شرط که به مسجدی دیگر بروی و در آنجا اذان بگویی. مرد قبول کرد و بعد از گرفتن 10 دینار از مسجد خارج شد. از این اتفاق چند روزی گذشت و روزی امیر مسجد در حال گذر کردن از جایی بود که مؤذن بسته‌دار را در مقابل مسجدی دید. مرد بسته‌دار پیش آمد و گفت: ای امیر، تو بر من ستم کردی، چرا که من را با 10 دینار از آن مسجد بیرون کردی، در حالی که من به این مسجد آمدم و صاحبان اینجا میخواهند که به من 20 دینار بدهند، اما من قبول نمی کنم. امیر با شنیدن این سخنان از شدت خنده زیاد از خود بیخود شد و اشک از چشمانش سرازیر شد. سپس رو به مرد کرد و گفت: ای بنده خدا، مبادا 20 دینار را بگیری، چرا که من اطمینان دارم آنان در نهایت به 50 دینار رضایت می‌دهند تا تو از اینجا بروی. باب 58 داستان کوتاه داره که من برای شما میخونم. عشق خطرناک. آوردند که در ایامی مردی عاشق دختری شده است و دست از جان شسته بود. اما دختر که او از آن خوشش آمده بود در جایی بسیار خطرناک بود که اگر میخواستی به آن مکان بروی به طور یقین هلاک میشدی و یا اسیر میشدی و هرگز به آن دختر نمیرسیدی که به راستی این عشق محال بود. دوستان و یارانش همواره او را نصیحت میکردند که از این عشق و خیال نشدنی و محال بگذر که مردم زیادی مانند تو عاشق آن دخترند و هرگز به آن نمیرسند. مرد عاشق با ناراحتی زیادی گفت: ای دوستان عزیز، مرا نصیحت نکنید که من او را بسیار دوست دارم و هرگز نمیتوانم از او دست بکشم. این رسم عاشقی نیست که به خاطر جان خودم از عشق دلدارم دست بکشم. نزدیکان مرد که دلسوز او بودند و روزگار بد او را میدیدند او را پند میدادند، اما هیچ سودی نداشت. پس ناچار شدند مدتی او را زندانی کنند تا شاید از این عشق خطرناک منصرف شود. اما مرد نه تنها منصرف نشد، بلکه در عشقش محکمتر شد. گویند پس از چندی به دختری که شاهزاده بود گفتند که مردی جوان با چنین و چنان خصوصیاتی سخت عاشق و دلبسته توست و بسیار خوش‌طبع و شیرین زبان است و سخنان بسیار زیبایی میگوید. مرد عاشق پس از چند روز طاقت از دست داد و با اسب به سوی شهر آن دختر به راه افتاد و زمانی که نزدیک او رسید شروع به گریه کردن کرد و گفت: کسی که مرا به این حال و روز انداخته است نزدیک من است و ای کاش دلش به حال من میسوخت. ماموران پادشاه که از آمدن جوان به شهر با خبر شدند به دختر پادشاه خبر دادند که جوانک عاشق همکنون در بیرون شهر منزل کرده و به نوحه خوانی مشغول است و از شدت این عشق در حال گریه و زاری است. دختر پادشاه با شنیدن سخنان ماموران دستور داد تا جوانک را به حضورش بیاورند. مرد نزد دختر پادشاه آمد و دختر با دیدن او از جا برخاست و با احترام او را نزد خود نشاند و از او پرسید: ای مرد، اهل کجایی و نامت چیست و به چه کاری مشغولی؟ مرد آنچنان مبهوت دختر بود که توان نفس کشیدن نداشت و نمیتوانست جواب دختر را بدهد. پس از چندی دختر گفت: ای مرد، چرا هیچ سخن نمیگویی که من هم به مانند تو از جمله درویشانم و از مصاحبت و همصحبتی با آنها بسیار لذت میبرم؟ مرد با تعجب فراوان به دختر نگاهی کرد. آنگاه نعره بلندی زد و
جان به جان آفرین تسلیم کرد. دانشمند عاشق. گویند که دانشمندی بسیار عالی‌قدر و بزرگ عاشق دختری شده بود و تمامی شهر قصه این عشق را فهمیده بودند و مرد عالم از این واقعه رنج فراوانی می‌برد و روزگار سختی را می‌گذراند. روزی به او گفتم: ای مرد دانشمند، من می‌دانم که تو برای این حال دلیل و علتی داری و این حالت به خاطر لغزش و خطای تو نیست. اما با این حال لایق دانشمندان و علما نیست که خود را متهم به عاشق شدن و مورد ملالت قرار گرفتن دیگران باشد. مرد دانشمند گفت: ای دوست مهربان، دست از نصیحت کردن بردار. من بارها در این حالت و مسئله که تو میبینی اندیشیدم و به این نتیجه رسیدم که صبر کردن بر ظلم و ستم دلدار و شنیدن سخنان و نیش زبانهای بیگانگان بسیار راحت تر از این است که نتوانم او را ببینم. چرا که حکیمان میگویند رنج بردن و سختی کشیدن بسیار بهتر و آسانتر از این است که بخواهی از دیدن یار چشم پوشی کنی. نام داستان بعدی لیلی و مجنون هست. روزی در مجلس یکی از امیران عرب نقل سخن و داستانهای گوناگون بود تا یکی از حضار گفت: ای امیر بزرگوار، شنیدم که مجنون با آن همه حکمت و فضل و بزرگی از عشق لیلی سر به بیابان گذاشته و شب و روز از فراق و دوری لیلی گریه می کند و ناله سر می دهد. امیر با شنیدن این سخنان از فرط ناراحتی عصبانی شد و دستور داد تا مجنون را به حضورش بیاورند. امیر پس از دیدن مجنون شروع به سرزنش و ملامت کردن او کرد و گفت: ای مرد، این چه حالی است؟ مگر در انسانها چه خصلت بدی بود که ترک آنها کردی و سر به بیابان نهادی؟ مجنون در پاسخ گفت: ای کاش آنها که در همه حال عیبم را به من گوشزد می‌کنند فقط یک بار روی لیلی را می‌دیدند و با او سخن می‌گفتند تا این همه من را سرزنش نمی‌کردند. گویند امیر پس از شنیدن سخنان مجنون دستور داد تا لیلی را نزد او بیاورند تا ببینند این لیلی کیست که مجنون را چنین آواره کرده است. پس مأموران به جستجو پرداختند و لیلی را یافتند و نزد امیر آوردند. امیر در احوال لیلی نظری کرد و دید زنی سیاه پوست، لاغرندام و بسیار حقیر است که کنیزان دربارش در زیبایی و جمال صدها برابر او هستند. مجنون که دریافته بود امیر چه می‌خواهد بگوید گفت: ای امیر، لیلی را باید از دریچه چشم مجنون نظر کنی تا زیبایی‌ها و خوبی‌هایش برایت روشن شود. چرا که هر کسی جهان و بدیها و خوبی‌هایش را از دریچه چشم خود می‌بیند. اما باب ششم 4 داستان داره که با توجه به اینکه خیلی فرصتی نمونده من برای شما یه دونش رو میخونم. پیرمرد با تجربه. روزی در بیابانی با غرور و شادی جوانی همراه با کاروانیان به سرعت پیاده میرفتند. شبانگاهان با خستگی بسیار زیاد که به دلیل پیاده روی روزانه ام بود به پای کوهی رسیدم و نالان بر زمین نشستم تا اندکی استراحت کنم. پیرمردی بسیار لاغر و ضعیف همراه با کاروان می آمد و زمانی که به من رسید گفت: ای مرد جوان، چرا اینجا نشسته ای؟ این کوه جای بسیار خطرناکی است. زودتر برخیز تا از اینجا برویم. اگر اینجا بمانیم هلاک شدنمان حتمی است. من به او گفتم: ای پیرمرد، مگر نمی‌بینی که بسیار خسته‌ام و نمی‌توانم حتی یک قدم بردارم؟ پیرمرد گفت: ای جوان کم تجربه، مگر نشنیده‌ای که حکیمان گفتند آهسته رفتن و کمی نشستن بسیار بهتر از دویدن و گرفتن نفس است؟ به قول حکیمان رهرو آن نیست گهی تند و گهی خسته رود، رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود.
اما باب 7 و باب 8 مونده که دیگه وقت به ما اجازه نمیده من برای شما بخونم. امیدوارم از این کتاب لذت برده باشید. هم به درد بچه‌ها میخوره، نوجوان‌ها و جوان‌ها، هم به درد بزرگسالان. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.